أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 20 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 21 را از این کتاب تعلیم زبان عربی تقدیم شما بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الحادی والعشرون، یعنی درس 21. در درس 21 همچنین به مثل درس‌های گذشته چند از کلمه‌های نو را تقدیم ما و شما می‌گرداند که این کلمه‌های نو باید اول حفظ کرده شود. این کلمه‌های نو عبارت است از اینها که میگوید سیارتون. سیارتون یعنی ماشین و سیارتون اسمی مفرد است. اگر این را میخواهیم جمع بکنیم، جمع مؤنث سالمش میکنیم، تای اخیرش را میگیریم، سیارتون تای اخیرش را میگیریم، در جایش الف و تا را همراه میکنیم، میشود سیاراتون، یعنی ماشین ها، میشود جمعی مؤنث سالم. بعد از این میگوید مهندسون. مهندس یعنی انجینیر. اگر مهندس رو میخواهیم جمع بکنیم، زیرا اینکه مهندس اسم مفرد است، اگر این رو میخواهیم جمع بکنیم، این رو جمع مذکر سالمش میکنیم، یعنی در آخری مهندس یک واو و نون رو همراه میکنیم، میشود مهندسون، یعنی مهندس ها، انجینیر ها. بعد از این میگوید مدرسون. مدرسون به مثل معلمون هست، یعنی درس گوینده، استاز و مدرس یعنی استاز است، کسی که درس میگوید. مدرس اسم مفرد است. اگر این را میخواهیم جمع بکنیم، پس این را همچنین جمع مذکر سالم میکنیم، در آخر مدرسون یک واو و نون را همراه میکنیم، میشود مدرسون، یعنی مدرس ها، استاز ها. بعد از این میگوید ماهرون. ماهرون یعنی انسان ماهر یا با مهارت. میشود ماهر را همچنین ترجمه متخصص بکنیم، یعنی یک استاد در یک علم ماهر است، یعنی متخصص است. یا ماهرون همچنین می شود به معنای حاذق باشد. حاذق همچنین کلمه فارسی است به معنای ماهر. مثلا میگویند طبیبون حاذقون، یعنی طبیبی بسیار با مهارت. پس ماهر، انسان با مهارت، این اسم مفرد است. اگر این رو میخواهی جمع بکنی، بر وزن مهارتون جمعش میکنیم، یعنی ماهرها، با مهارتها، حاذقها، متخصصها. این مهارتون جمعی تکسیر است. بعد از این میگوید جدیدون. جدیدون یعنی نو. این اسم مفرد است. اگر میخواهی جمعش کنی، جمع تکسیر میشود جدودون، یعنی نوها. جدود جمع تکسیر، ترجمهش نوها. بعد از این میگوید دافئون. دافئون یعنی گرم یا جوش. گرم و جوش نه اینکه انسان بسوزد، گرم و جوش فارم، یعنی به مثلا آب شیرگرم، یعنی آبی که با اون طهارت کرده می شود. این را میگوید دافئ. دافئ یعنی جوش. بعد از این میگوید رکب السیارة.
رکب السیارة یعنی سوار شد ماشین را. این جمله است. رکب فعل ماضی، سوار شد. السیارة ماشین را، این مفعول بهی است. فاعل رکب هو است. رکب هو السیارة یعنی سوار شد وی ماشین را. بعد از این میگوید قاد السیارة یعنی راند ماشین را. قاده به معنای راندن، یعنی به معنای هی کردن. قاد السیارة یعنی راند ماشین را. قاده را فاعلش همچنین ضمیر مستتر است، یعنی هو. قاد هو السیارة راند وی ماشین را، هی کرد وی ماشین را، یا اداره کرد. قاده به معنای اداره کردن می شود، یعنی راندن ماشین، شافیاری. بعد از این میگوید عند. عند به معنای در نزدی می شود. عند یعنی نزدی. مثلا میگوی عندک یعنی نزدی تو. این یک ترجمه اش است، نزدی. و ترجمه دیگری عند به معنای داشتن هست، یعنی عندک یعنی داری تو. اما این عند در چیزهای غیر عاقل استفاده برده می شود. مثلا یک آدم بگوید تو ماشین داری، میگوید عندک سیارتون یعنی تو ماشین داری. اگر بگوید تو برادر داری، نمیگوید عندک اخون، میگوید لک اخون یعنی تو برادر داری. لک برای چیزهای جاندار، برای چیزهای عاقل استفاده برده می شود، به مثل لک اخون، یا مثلا لی اخون، من یک برادر دارم. و عنده به مثل عندی سیارتون، من یک ماشین دارم، در چیزهای غیر عاقل استفاده برده می شود. یعنی به دو ترجمه، یا ترجمهش نزدی، عنده یعنی در نزدی، دویم ترجمهش داری یا داشتن. بعد از این میگوید لست. لست یعنی نیستی تو. این را ما در گذشته خوندگی بودیم. لیسه ای اخواتی کانه است. این لست همون لیسه است و این فعل مخاطبش است، یعنی لست نیستی تو. لستی، این لستی برای مؤنث است، نیستی تو زن. لستو نیستم من. پس ما و شما این تا تی تو را در گذشته خواندگی بودیم، به مثل ذهبت ذهبتی ذهبتو، یا به مثل فهمت فهمتی فهمتو. اینها را ما و شما میدونیم. فقط اون فهمه و اون فهمت و اونه که ذهبت، اونها فعل تام هستند. این تا فاعلش می شود، یا تی فاعلش می شود، یا تو فاعل هاشون میشه در اون فعل ها. اما در این لسته لستی لستو، این تا تی تو، اینها اسمی لیسه هستند. اینها فاعل نیستند بلکه اسمی لیسه هستند، زیرا اینکه لیسه اینها اسم و فعل میگیرند، اسم و خبر میگیرند، به مثل کانه هستند، یعنی از اخوات کانه است. بعد از این میگوید رکیبه. رکیبه یعنی سوار شد و یک مرد. این فعل غایب است، صیغه غایب رکیبه. اگر زن رو بگوییم میگیم رکیبت، در آخرش یا تا را همراه میکنیم، میشود سوار شد و یک زن. بعد از این میگوید یرکبو. یرکبو یعنی سوار می شود و یک مرد در زمان آینده. و مؤنثش اگر زن رو بگوییم میگوییم ترکبو، یعنی سوار می شوید تو یک مرد، یک زن. ترکبو سوار می شوید تو یک زن در زمان آینده. فعل امر می شود ارکب. ارکب یعنی سوار بشو، فعل امر هست. بعد از این میگوید رکوبون. رکوبون یعنی سوار شدن. رکوب
به معنای سوار شدن. این مصدر هست. بعد از این فعل دیگر رو میارد، میگوید قاده یا این رکب یرکب رکوبون. این از بابهای 22 باب صرفی باب چهارم است، از باب علم یعلمو است، از باب ثلاث مجرد باب چهارم است. بعد از این فعل دیگرش میگوید قاده. قاده یعنی اداره کرد وی مرد. یقودو یا قاده. اگر زن رو بگوییم میگوییم قادت. قادت یعنی اداره کرد و یک زن، راند و یک زن، یا هی کرد و یک زن. زنی که قاده به معنای راندن و به معنای هی کردن و به معنای اداره کردن و به معنای شافیاری کردن است. پس این معنای قاده است. قاده راند. این قاده در اصلش قوده بودگی است. این الفی که میبینید اصلش واو بود و الف متحرک پیش از خودش فتحه، قلب به الف شد قاده. اصلش قوده بودگی است، شده است قاده. پس این مسئله صرفیش. بعد از این میگوید یقودو. یقودو یعنی میراند، هی میکند و یک مرد، شافیاری میکند و یک مرد در زمان آینده. یقودو اگر زن رو بگوییم میگیم تقودو، یعنی شافیاری میکند و یک زن در زمان آینده. این یقودو اصلش یک وودو بود، یک وودو به مثل ینصرو و واو حرکت داشت، یک وو. واو حرکت در قاف دادیم شد یقودو. حرکت قاف اصلا حرکت واو است، پس شد یقودو، میراند و یک مرد. بعد از این قیادتون. قیادتون یعنی راندن، شافیاری کردن، هی کردن. این مصدر است. قیادتون در اصل قیوادتون بود، قیوادتون، و واو قلبیا شد، واو رو قلبیا کردن شد قیادتون. پس این هست تعلیل صرفیش. و قاد یقود قیادتون از باب نصر ینصرو است، از باب 22 باب صرفی باب یکم از باب ثلاث مجرد هست. به مثل قال یقولو است، قال یقولو. بعد از این میگوید رجع. رجع یعنی بازگشت و یک مرد. اگر زن رو بگوییم میگیم رجعت، بازگشت و یک زن. این فعل ماضی بود. فعل مضارعش میشود یرجعو، یعنی باز میگردد و یک مرد. اگر زن رو بگوییم میگیم ترجعو، باز میگردد و یک زن در زمان آینده. فعل مضارع است. بعد از این میگوید رجوع. رجوع یعنی بازگشتن. رجوع معنایش بازگشتن. این مصدر است. اکنون رجع یرجعو از 22 باب صرفی از باب فعل یفعلو، یعنی از باب ضرب یضربو است، از دویم باب صرفی است، از باب ثلاث مجرد هست. این رجع یرجعو یعنی دویم باب ثلاث مجرد. پس این هست کلمه های نوی درس 21. با همین کلمه های نوی درس 21 با آخر رسید و این کلمه ها رو اولا حفظ بکنید، بعد از حفظ کردن بخوانید حوار این درس را. حوار این درس 21 چطوره که صاحب کتاب از این کلمه های نوی که حالا خواندیم و از کلمه های در درس های گذشته خواندگی ما و شما یک حوار خوب آماده کرده است برای ما و شما. میگوید هل انت مهندسون،
یعنی آیا تو انجینیر هستی، آیا تو مهندس هستی. حل استفهامیه انت مبتدا مهندسون خبر. آیا تو مهندس هستی؟ در جواب میتید میگن لا نافیه، میگوید نه. لستو بمهندسین، میگد من نیستم انجینیر. لستو لیسا با اسمش، بمهندسین این با را در گذشته گفته بودیم با بای زائده است، برای توکید معنا می آید. مهندسین لفظاً مجرور است، محلاً منصوب است، زیرا اینکه خبری لیسه است. پس از این حساب زائده که است ترجمهش نمی کنیم، میگیم لستو بمهندسین یعنی انجینیر نیستم یا مهندس نیستم، با را ترجمه نمی کنیم. بعد از این میگوید هل هی مهندستون، یعنی آیا وی زن مهندسه است، یعنی انجینیر است. مهندستون آخرش تی مؤنث دارد، زن را پرسیده ایستاده است. آیا وی زن مهندس است، انجینیر است؟ در جواب با حرف جواب میتید میگوید نعم، یعنی بله انجینیر است. هی مهندستون ماهرتون، میگوید که وی یعنی وی زن مهندستون مهندس است، انجینیر است، ماهرتون متخصص است، بسیار با مهارت است و بسیار حاذق است. دقت دادید؟ هی مبتدا است، مهندستون خبر است، ماهرتون صفت مهندستون است. مهندستون مؤنث که بود، از این حساب ماهرتون رو ما مؤنث کردیم. ما گفته بودیم که نعت منعوت را پیروی میکند از 10 چیز در 4 چیز. پس مهندستون مؤنث که بود، ماهرتون هم همچنین مؤنث شد. ماهرتون نعت مهندستون است، یعنی صفتی مهندستون است. بعد از این میگوید هی امرأتون جمیلتون، یعنی وی زنی زیبا است. وی زنی زیبا است. هی مبتدا است و امرأتون خبر است و جمیلتون صفت امرأتون است. از این حساب میگیم که وی زنی زیبا است. بعد از این میگوید من انتی، کی هستی تو؟ زن را گفته ایستاده است. انتی ضمیر مخاطبه مفرد مؤنث است. کی هستی تو؟ من استفهامیه برای عاقل. میگوید که انا مدرستون، من میگوید استاد هستم، من معلمه هستم، یا که میگوید من درس گوینده هستم. انا من ضمیر مفرد متکلم. مدرستون در آخرش ت در آمد، یعنی زن جواب داده ایستاده است. انا مبتدا مدرستون خبر. بعد از این میگوید لی تلمیذون جدیدون، یعنی که دارم من شاگردی نوی. لی در اینجا دو ترجمه لی را بکنیم جایز است. دارم من شاگردی نو، یا می شود بگیم در نزد من است شاگردی نو. هر دو ترجمه جایز و درست است. پس لی جار و مجرور متعلق به کائنون خبری مبتدا مقدم، تلمیذون مبتدای مؤخر، جدیدون صفت تلمیذ است. جدیدون صفت تلمیذون است. تلمیذون مذکر کی است، جدیدون همچنین مذکر آمده است. بعد از این میگوید من هذا، یعنی کی است این؟ من کیست؟ برای استفهام، من استفهامیه برای عاقل. هذا اسم اشاره مفرد برای مذکر. کیست این؟ مرد را پرسیده ایستاده است. میگوید مهندس عربیون، یعنی انجینری عربی هست. در اینجا مهندسون خبری مبتدای محذوف است، عربیون صفت مهندسون است. پس در اینجا مبتدای ما محذوف است،
مبتدای ما هذا مهندس عربیون هست. هذا است، هذا رو حذف کرده است. از کجا فهمیدیم هذا است؟ از سوال. در سوال گفت که من هذا، کیست این؟ پس در جواب هذا مهندس عربیون. جایز است هذا رو حذف کنیم. از این حساب صاحب کتاب هذا رو حذف کرد، مبتدا رو حذف کرد، خبر رو برای ما آورد. پس ما قرینه برای مبتدا داشتیم. از این حساب فهمیدیم که مبتدای محذوف ما هذا است. بعد از این میگوید له سیارة جدیدة. له سیارة جدیدة. له اصلا برای عاقل می آید، اما این صاحب کتاب له رو برای غیر عاقل هم استفاده برده است. بهتر و خوبتر می شد که در جای له می گفت عنده سیارة جدیدة. عنده می گفت بهتر و خوبتر بود، زیرا که عنده برای غیر عاقل است، سیاره غیر عاقل است. پس عنده سیارة جدیدة یعنی که دارد وی مرد ماشین نو، دارد وی مرد ماشین نو. اما له گفته است، له رو ما میتونیم بگیم در نزد وی ماشین نو است، یا میتونیم به مثل دارد وی ترجمهش کنیم از ناچاری. اما در اصل در زبان عربی له نو عنده باید میگفت، یا میتونید اصلاحش کنید بگید عنده سیارة جدیدة، زیرا که سیاره ماشین غیر عاقل است. وقتی ما میگیم که داری تو باید بگیم عندک، یا دارد وی عنده سیارة، یعنی وی ماشین دارد. میتونید اصلاحش کنید، میتونید که له رو همچنین ترجمه بکنید. اما در زبان عربی چطوری قید کردم که له برای عاقل است. له اخ میگفت درست بود، یعنی وی برادر دارد، یا له صدیق وی دوست دارد، له زمیل وی همکورس دارد، درست میشد، زیرا اینکه برادر، همکورس و دوست اینها عاقل هستند، درست میشد. به هر صورت له سیارة جدیدة، له جار و مجرور متعلق به کائنون. اگر عنده هم بگوییم ظرف متعلق به کائنون، پس کائنون خبر مبتدای خبر مقدم می شود، سیارتون مبتدای مؤخر، سیارتون مبتدای مؤخر، جدیدتون صفتی سیارتون می شود. بعد از این ببینید سیارتون مؤنث کی بود، جدیدتون رو مؤنث آورد. بعد از این میگوید رکبت السیارة مع ابی صباحا فذهبت الى المدرسة وبعد الدروس رجعت منها الى البيت مع زملائي. یعنی چی؟ یعنی میگوید سوار شدم ماشین را، دقت بتید، رکبت السیارة سوار شدم ماشین را، مع ابی یعنی همراهی پدرم، با پدرم یک جا، صباحا در وقت سحر، در وقت صبح، فذهبت الى المدرسة پس رفتم به سوی مدرسه، به سوی مکتب، و بعد الدروس یعنی بعد از درس ها، رجعت منها بازگشتم، منها از وی یعنی از مکتب، از مدرسه، مدرسه که مؤنث کی بود منها ضمیر رو مؤنث آورد، الی البیت به سوی به جانب خانه، مع زملائی یعنی همراهی همکورسانم، همراهی همدرسانم یا همراهی همصنف هایم. دقت بتید، رکبت السیارة فعل و فاعل، سیارة مفعول به، مع این رو ظرف میگویند، ابی مضاف الیه، بعد مع مضاف الیه می آید، ابی مضاف الیه، اب با مضاف، یا که در آخرش هست باز مضاف الیه، مع ابی یعنی همراهی پدرم. صباحا منصوب شده است به خاطر چی؟ به خاطر آنه که ظرف است، مع ظرف است منصوب شده است، صباحا ظرف است همچنین منصوب شده است. فذهبت الى المدرسة، ذهبت فعل و فاعل است، الى المدرسة جار و مجرور، الى حرف جار مدرستی آخرش مجرور شد، و بعد الدروس بعد ظرف است، بعد ظرف است برای همین خاطر آخرش نصب شد. بعدو بگیم غلط است، بعدی بگیم غلط است، زیرا که مضاف الیهش ذکر شده است. و بعد الدروس بعد
مضاف الیه میاد، دروسی مضاف الیه هست، برای خاطر مجرور است. رجعت منها، رجعت فعل و فاعل است، منها جار و مجرور است، ها ضمیر برمیگردد به مدرسه، الی البیت همچنین جار و مجرور است، مع همچنین ظرف است، زملائی همدرسانم، زملا مضاف الیه است، همکرسانم. یک بار دیگر میخونم. رکبت السیارة مع ابی صباحا فذهبت الى المدرسة و بعد الدروس رجعت منها الى البيت مع زملائي. یعنی سوار شدم ماشین رو همراه پدرم در وقت صبح، پس رفتم به سوی مکتب و بعد درس ها بازگشتم از وی، یعنی از مدرسه، از مکتب به سوی خانه همراه همدرسانم. بعد از این میگه هل ترکب السیارة، آیا سوار میشوی تو ماشین را؟ ترکبو یعنی سوار میشوی، تو مخاطب است، این برای مذکر است، یک مرد. آیا تو یک مرد سوار میشوی ماشین را؟ میگه نعم، با حرف جواب میتید، میگه بله. ارکبو، ارکبو یعنی من سوار میشوم. وقتی متکلم گپ میزنه در اولش حمزه را میارد، حمزه برای متکلم است در فعل مضارع. ارکبو یعنی من سوار میشوم. بعد از این میگه تقود السیارة، یعنی آیا رانده میتوانی ماشین را، یا که آیا میرانی ماشین را، آیا شافیاری کردن میتوانی؟ آیا همزه استفهامیه، تقودو فعل مضارع مخاطب، تو آیا رانده میتوانی، تو آیا هی کرده میتوانی تو، از سیارت ماشین رو، سیارت مفعول بهی. بعد از این میگوید لا یعنی نه، حرف نفی جواب داد که نه. بعد از این میگوید انا لا اقود السیارت، یعنی که من نمیرانم ماشین را، من هی نمی کنم ماشین را. انا مبتدا، لا لای نافیه، اقودو جلالای ناهیه نمیگیم زیرا که لا لای نافیه است. اقودو آخرش تغییر نداد، دقت بتید. لا اقودو نمیرانم، اقودو میرانم، لا اقودو نمیرانم. اقودو فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم، فاعله ضمیر مستتر تقدیره انا، السیارة مفعول بهی، السیارة مفعول بهی. پس جمله فعلی خبر مبتدای انا می شود. انا را گفته مبتدا، خبر انا این جمله لا اقود السیارة است، جمله فعلی در محل رفع، خبر مبتدا. بعد از این میگوید و هل یقودها اخوک، یعنی آیا رانده میتواند وی را، ها ضمیر است برمیگردد به سیاره، ماشین، سیارتو آخرش ت دارد، از این نسبت یقودها ضمیر مؤنث آورد. و هل یقودها اخوک، آیا رانده میتواند وی را، یعنی ماشین را برادری تو، هل حرف استفهام، یقود فعل مضارع، ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به مقدم، اخو فاعل است، در اینجا نمیگیم فاعل یقودو ضمیر مستتیر است، زیرا که اخو فاعل است، فاعل مؤخرش میگن، بعدی مفعول به آمده است. اخو فاعل مرفوع و علامت رفع الواو لانه من الاسماء الخمسه، اسماء خمسه گفتیم علامت رفعش با واو میشود. اخو مضاف که مضاف الیه. و هل یقودها اخوک، آیا میراند، رانده میتواند وی رو برادری تو؟ در جواب میگوید نعم، بله یعنی آره. بعد از این میگوید هل یقودها و انا ارکب معه، یا که هو، هل نه هو یقودها و انا ارکب معه، در جواب میگوید که هو یقودها یعنی وی میراند، وی ماشین را هی میکند. یقودها ها ضمیر است برمیگردد به سیاره، پس در این یقودو فاعل ضمیر مستتیر است، هو است. هو یقودها وی میراند ماشین را، و انا ارکب معه و من سوار میشوم همراه وی. و انا مبتدا، ارکبو فعل متکلم سوار میشوم من، معه مع ظرف، هو در محل جر مضاف الیه،
معه همراه وی، هو یقودها و انا ارکب معه، یعنی وی میراند ماشین را و من سوار میشوم همراه وی. دقت دادید؟ پس هو مبتدا است، یقودها جمله فعلی در محل رفع خبر مبتدا است. پس این واو رو میتونیم واو حالیه بگیریم. و حال کونی انا ارکب معه، و در حال بودن من سوار میشوم همراهی وی. و حال کونیهی در حال بودنش، در حال راندنش من سوار میشوم همراهی وی. واو رو میتونیم واو حالیه بگیریم. این واو در اینجا واو حالیه میشود. و حال کونیهی انا ارکب معه. بعد از این میگوید هل عندک ماء، یعنی آیا آب داری تو؟ عندک در اینجا درست آورد، ما غیر عاقل کس عندک را آورد، درست کرد. هل عندک ماء یعنی آیا آب داری تو؟ دقت بتید، آیا آب داری تو میشود، یا بگیم در نزد تو. هل عندک ماء آیا در نزد تو آب هست؟ این ترجمهش هم درست است. ما در بالا گفتیم که عنده در کلمه های نو که دو ترجمه دارد، در نزد تو، عنده نزدی، یا که داری. در اینجا هر ترجمه درست است. هل عندک ماء آیا داری آب تو، یا که هل عندک ماء آیا در نزد تو آب هست، هر دوش هم درست است. بعد از این میگه نعم، بله، حرف جواب. عندی ماء یعنی دارم من آب، یعنی آب دارم من، یا در نزد من آب هست. در اینجا هم هر ترجمه درست است. میتونی بگوی که دارم من آب، میتونی بگوی که در نزد من آب هست. عندی این ظرف متعلق به کائنون خبر مقدم، ماء مبتدای مؤخر. بعد از این میگه هل هو باردون آیا وی خنک است. اکنون آب رو پرسیده ایستاده است که آبی که داری آیا وی خنک است. باردون یعنی خنک، آیا وی خنک است. حال حرف استفهام، هو مبتدا، باردون خبر. بعد از این میگه لا، حرف جواب. میگه نه، بل دافئون، نمیگوید بلکه دافئون هست، یعنی گرم است، جوش است. دافئون عطف است در جای باردون. میتونیم بگیم که عطف است در جای باردون، زیرا که بل از حرفای عاطفه هست، حرف اضراب. ببینید که هل هو باردون آیا وی خنک است. لا بل دافئون. گفتیم قبلا رد میکنیم، بارد را رد میکنیم یعنی آب خنک نیست، و ثابت میکنیم دافع را یعنی آب جوش است، آب گرم است. پس این هست درس 21 از کتاب تعلیم زبان عربی، و این درس 21 را در اینجا به پایان میرسانم و تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.